بخش 49. قدم 8. جانشینی برای خودتان پیدا کنید. نمیتونم هر کسی رو انتخاب کنم. اول از همه باید زیبا باشه، خیلی قشنگتر از من. با توجه به اینکه در چند سال اخیر خودم رو رها کردم، نباید سخت باشه. باید از من جوان‌تر باشه، اونقدر جوان باشه که به اندی بچه‌ای رو که میخواد بده. باید رنگ سفید بهش بیاد، چون اندی عاشق رنگ سفیده. از همه مهمتر باید مستاصل باشه، درمونده. بعد ویلهلمینا کالوی رو میبینم. اون همون کسیه که دنبالشم. لباسهای از مد افتاده‌ای که روز مصاحبه پوشیده بود نمیتونه جوان و زیبا بودنشو پنهون کنه. اون امیدی به راضی کردن من نداره و بعد که سابقه‌شو رو بررسی میکنم متوجه میشم سابقه کیفری داره. میدونم که گنج پیدا کردم. اون دختریه که به شدت نیازمند شغل مناسب و پردرآمدیه. وقتی به حیاط پشتی میام تا از انزو اسم کارگاه خصوصی رو که میشناسه بپرسم، میگه من با این کار موافق نیستم، کار درستی نیست. چند هفته پیش که نقشمو بهش گفتم اصلا خوشحال نشد. تو یه نفر دیگر رو قربانی میکنی؟ اما اون درک نمیکنه. میگم اندی با سس منو کنترل میکنه. این دختر بچه ای نداره، دنباله ای نداره، چیزی نداره که اندی با استفاده از اون نگهش داره. میتونه بره. میدونی که اینطوری عمل نمیکنه. کمکم میکنی یا نه؟ به این ترتیب با استفاده از بقیه پولی که ذخیره کرده بودم کارگاه خصوصی رو که انزو توصیه کرده بود استخدام کردم. کارگاه خصوصی هم هر چیزی که از ویلهلمینا کالوی میخوام بدونم و در اختیارم میذاره. به من میگه اون از آخرین شغلی که داشته اخراج شده. نزدیک بوده به خاطرش با پلیس تماس بگیرن. اون به من میگه ویلهلمینا توی ماشینش زندگی میکنه. نکته عالی دیگه‌ای که به من میگه همه چیزو تغییر میده. درست به محض قطع کردن تماسم با کارگاه با میلی تماس میگیرم و کارو بهش پیشنهاد میدم. تنها مشکل اندیه. اون نمیخواد غریبه‌ای تو خونمون کار کنه. با اکراه اجازه میده کسی چند ساعت برای نظافت به خونه بیاد، اما دیگه بسه. اون حتی هرگز اجازه نمیده هیچ کس به جز مادرش مراقب سیسیلیا باشه. اما زمان بندیم به خوبی برنامه‌ریزی شده. پدر اندی اخیراً بازنشسته شده و بعد از اینکه روی یه تیکه یخ بد جور زمین خورده، اونا تصمیم گرفتن به فلوریدا نقل مکان کنن. میتونم بگم که اولین خیلی از این فکر خوشش نمیاد. اونا تصمیم گرفتن خونه ی قدیمیشون رو برای تابستون نگه دارن. اما بیشتر دوستاشون تا الان به جنوب فلوریدا نقل مکان کردن. پدر اندی هم منتظر بود تا بازنشسته بشه و هر روز با رفقاش گلف بازی کنه. چیزی که باعث نیاز ما به نیروی کمکی شد. سخت‌ترین قسمت کار اینه که اتاق خواب جدید میلی اتاق زیر شیروانی باشه. اون اصلاً از این فکر خوشش نمیاد. اما باید اینطوری باشه. اگه میخوام که اندی به اون به شکل جایگزینم فکر کنه، باید بالا رفتن اون از اون پله ها رو ببینه. باید اغواش کنم. من صحنه رو پیش از غافلگیر کردن اندی آماده کردم. هر روز صبح با شکایت از میگرن از خواب بیدار میشم و ادعا میکنم آشپزی و نظافت خونه رو برام غیر ممکن کرده. تمام تلاشمو میکنم که خونه رو واقعا به هم بریزم. چند روز دیگه خونمون واقعا سکونت ناپذیر میشه. ما به کمک احتیاج داریم. به شدت به کمک احتیاج داریم. با این حال بلافاصله بعد از اینکه اندی متوجه میشه میلی رو استخدام کردم، منو بیرون از ماشینم گیر میندازه. انگشتاش محکم عضله ساعد دستامو فشار میدن. نینا، اصلا متوجهی داری چه غلطی میکنی؟ چونمو سرکشانه بالا میارم. ما به کمک احتیاج داریم. مادرت اینجا نیست. به کسی نیاز داریم که کارای خونه رو بکنه و مراقب سس باشه. تو اونو بردی اتاق زیر شیروانی. اون اتاق توه. باید اونو بفرستی اتاق مهمون. اون وقت هر وقت پدر و مادرت به دیدنمون بیان کجا بمونن؟
اتاق زیر شیروانی؟ یا کاناپه توی اتاق نشیمن؟ متوجه میشم همونطور که به این موضوع فکر میکنه فکشم میجنبه. اولین وینچستر هرگز روی کاناپه اتاق نشیمن نمیخوابه. فقط بذار 2 ماه اینجا بمونه تا وقتی سال تحصیلی تموم بشه و من وقت بیشتری برای نظافت داشته باشم. مادرتم تا اون موقع از فلوریدا برمیگرده. فراموشش کن. چشمکی به اون میزنم. پس اگه میخوای خودت اخراجش کن. نمیتونم جلوتو بگیرم. باور کن میکنم. ولی میلی رو اخراج نمیکنه. چون وقتی شب به خونه برمیگرده برای اولین بار خونه تمیزه، شامی براش میکشه که نسوخته و در ضمن جوون و زیباست. به همین دلیل میلی توی اتاقکی زیر شیروانی میمونه. این تنها در صورتی جواب میده که 3 اتفاق بیفته. 1. میلی و اندی کشش متقابلی به هم داشته باشن. 2. میلی اونقدر از من متنفر باشه که با اندی بخوابه. 3. فرصتشو داشته باشه. بخش کشش متقابلشون آسونه. میلی خیلی فوق‌العاده است. حتی از خود من در جوانیمم جذابتره. اندی هم با وجود اینکه چند سالی از اون بزرگتره هنوز به طرز ویرانگری خوشتیپه. گاهی میلی طوری نگاه میکنه که انگار اصلا نمیفهمه اندی در من چی میبینه. من تمام تلاشمو میکنم که وزن اضافه کنم. از اونجا که اندی دیگه گزینه حبس کردن من توی اتاق زیر شیروانی رو نداره، جرأت میکنم وقت آرایشگاه همو نادیده بگیرم و بذارم ریشه موهای تیرم کم کم دیده بشن. از همه مهمتر با میلی هم مثل آشغال رفتار میکنم. اینطوری با اون رفتار کردن اصلا برام ساده نیست. در اعماق وجودم آدم خوبی هستم، یا حداقل قبل از اینکه اندی داغونم کنه خوب بودم. حالا همه چیز ابزاریه برای رسیدن به هدفم. احتمالاً میلی سزاوار همچین چیزی نیست، اما دیگه نمیتونم ادامه بدم. باید فرار کنم. صبح اولین روزی که میلی خونه ماست آغاز متنفر شدن از منه. عصر جلسه اولیا و مربیان دارم و اولین کاری که انجام میدم اینه که مستقیم به آشپزخونه برم. ریخت و پاشای 2 هفته آخر رو جمع نکردم و میلی با تمیز کردن خونه کار شگفت‌انگیزی انجام داد. اون واقعا سخت کار کرد. تمام سطوح برق میزنن. احساس وحشتناکی تو این مورد دارم. واقعا احساس وحشتناکی دارم. آشپزخونه رو زیر و رو میکنم. تک تک ظرف‌ها و فنجونایی رو که میتونم پیدا کنم بیرون میکشم. قابلمه ها و مایتابه ها رو کف زمین میریزم. درست به محض از راه رسیدن میلی به سمت یخچال میرم. من قبلا بعد از بزرگ شدن سهم منصفانه ای از کارهای خونه رو به عهده داشتم و اینکه حالا پاکت شیر رو بردارم و روی زمین پرت کنم و بذارم شیر همه جا پخش بشه برام عملا خیلی مشکله، اما خودم رو مجبور میکنم. این کار راهیه برای رسیدن به هدفم. وقتی میلی وارد آشپزخونه میشه برمیگردم و با حالتی متهم کننده به اون نگاه میکنم. کجاست؟ چی کجاست؟ یادداشتام. دستمو به سمت پیشونی میبرم، انگار نزدیکه به خاطرش قش کنم. من همه یادداشتای جلسه اولیا و مربیان امشب با ما روی پیشخون گذاشته بودم، حالا نیستن. بعد با حالت متهم کننده ادامه میدم. باهاشون چی کار کردی؟ یادداشتایی برای جلسم گذاشتم. جای همه اونها توی رایانم امنه. چرا تنها نسخه‌ای که دارم باید روی پیشخونه آشپزخونه باشه؟ اصلا منطقی نیست. اما مصرانه پافشاری میکنم که هست. اون میدونه که من اونا رو اونجا نذاشتم، اما نمیدونه که منم میدونم که اونا رو اونجا نذاشتم. اونقدر با صدای بلند فریاد میزنم که توجه اندی رو جلب میکنم. اون برای میلی احساس تأسف میکنه. دلش براش میسوزه، چون میدونه من اونو به کاری متهم کردم که انجامش نداده. درست همونطوری که من سالها پیش به خاطر پس دادن شیرم به قربانی تبدیل شدم. میلی با لکنت میگه نینا خیلی متاسفم. اگه کاری هست که میتونم انجام بدم. به فاجعه‌ای که کف آشپزخونه ایجاد کردم نگاه میکنم.
تا وقتی من این مشکل رو حل میکنم میتونی این ریخت و پاشی که توی آشپزخونه ایجاد کردی تمیز کنی. اون لحظه هر سه هدفم تکمیل میشه. اول کشش متقابل، اون با شلوار جین آبی روشنش بدون هیچ تلاشی زیباست. دوم، میلی از من متنفره. سوم، وقتی به سرعت از اتاق خارج میشم فرصت دارن که با هم تنها بمونن. اما کافی نیست. من یه آس دیگه توی دستم دارم. اندی بچه میخواد. این اتفاق با من نمیفته. اون هم با آیودی که محکم توی رحمم جا خوش کرده. اندی هم کم کم میفهمه که عقیمم، چون کاراگاه خصوصی انزو تونست چند عکس عالی از متخصص زنان و زایمانی بگیره که دیگه 25 سال همسرش نیست. تنها کاری که یک پزشک خوب باید انجام بده اینه که به اندی بگه هیچ شانسی برای باردار شدن من وجود نداره و اون عکس‌ها هم به سطل آشغال میرن. روز بعد از قرارمون با دکتر ژلمن با اولین در فلوریدا تماس میگیرم. مثل همیشه خیلی از شنیدن صدام خوشحال نمیشه. اولین با لحن خشکی که مفهومش اینه از من چی میخوای میگه: سلام نینا، فقط میخواستم شما اولین نفری باشید که میدونه. عادت ماهیانم عقب افتاده و فکر میکنم حاملم. خدای من، مکسی میکنه بین هیجان داشتن اولین نوه بیولوژیکیش و متنفر بودن از اینکه من مادر اون بچه هستم مردده. چقدر عالی! عالی؟ احتمالاً این کاملاً برعکس چیزیه که فکر میکنه. امیدوارم مولتی ویتامین های دوران بارداری تو مصرف کنی. باید یه رژیم غذایی سفت و سخت هم تو دوران بارداری داشته باشی. غذاهای پرکالری که همیشه میخوری برای بچه اصلا خوب نیست. اندی سهل انگاری میکنه که تو قصر در میری، اما به خاطر بچه باید تلاش کنی خودتو کنترل کنی. بله البته. لبخند کمرنگی میزنم و از اینکه اولین هرگز مادر بزرگ بچه من نمیشه خوشحالم. با خودم هم فکر کردم خیلی عالی میشه اگه بتونین چند تا از وسایل بچگی اندی رو برامون بفرستین. دیروز داشت میگفت که دلش میخواد پتو و لوازم بچگیشو به بچه جدید بده. فکر میکنید میتونید برامون بفرستین؟ بله، با روبرتو تماس میگیرم و ازش میخوام براتون بفرسته. عالیه. اندی از افشاگری دکتر ژلمن آشفته است. وقتی نظر پزشکو شنید صورتشو نگاه میکردم. متاسفانه نینا هیچ وقت نمیتونه بارداری رو به پایان برسونه. چشمای اندی پر از اشک میشه. اگه هر کس دیگه ای بود شاید برش افسوس میخوردم. بعد اون شب با اون دعوا میکنم و به یادش میارم که چرا هیچ وقت نمیتونه از من بچه ای داشته باشه. تمومش تقصیر منه. با یادآوری زمانی که منو توی اتاق زیر شیروانی حبس کرده و منبع گرمایش رو به حدی زیاد کرده که دیگه پوستمو با خاروندن میکندم، اشک توی چشماش حلقه میزنه. اگه با یه زن جوون تر باشی میتونی بچه دار بشی. من مشکل دارم. زن جوون تری مثل میلی. اینو نمیگم، اما اون باید به میلی فکر کرده باشه. دیدم که چطور به میلی نگاه میکنه. نینا دستشو به سمتم دراز میکنه. هنوز عشق توی چشماش موج میزنه. از اینکه تا این حد عاشقم ازش متنفرم. چرا نمیتونه یه نفر دیگه رو انتخاب کنه؟ اینو نگو، تقصیر تو نیست. بله هست. خشم مثل آتش فشانی درونم میجوشه. قبل از اینکه خودم هم بدونم که چی کار میکنم مشتم و محکم به آینه میز آرایشم میکوبم. صدای شکستن آینه در کل اتاقم طنین میندازه. فقط یک ثانیه بعد درد در تمام دستم میپیچه و خون از مفصل انگشتام سرازیر میشه. با یا مسیح بذار چند تا دستمال بهت بدم. رنگ صورت اندی پریده. از حمام چند دستمال برمیداره، اما در مقابلش مقاومت میکنم. وقتی دستمو میبنده تموم دست خودشم خونی شده. وقتی به حموم میره تا خون روی دستشو بشوره صدای بیرون در میشنوم. آیا سیسیلیا متوجه دعوای ما شده؟ از این فکر که ممکنه عصبانیت من سیسیلیا رو ترسونده باشه متنفرم. درو باز میکنم،
اما دخترم اونجا وای نیستده. میلیه. میتونم از کل صورتش بخونم که تک تک کلمات بحثمونو شنیده. اون متوجه خونه روی انگشتان میشه و چشماش به اندازه نعلبکی گرد میشن. میلی فکر میکنه من دیوونم. این احساس آشناییه. اندی هم فکر میکنه خیلی پیرم. گذشته از اینا. فقط موضوع فرصت مطرحه. اندی بعد از اینکه کلی در مورد شدن حرف زدم میخواد بلیتشو بگیره. اون عاشق کاراییه که خوشحالم میکنه. و همینطور وحشت‌های گاه به گاهی که منو تحت شعاع قرار میده. اما این میلیه که نمایشو میبینه، نه من. نمایش و یک شب اقامت توی هتل تقریبا خیلی عالیه. این فرصتی در اختیارم میذاره که سیسیلیا رو به بهونه کمپ دور کنم و اندی نتونه از اون علیه من استفاده کنه. اون شب وقتی برنامه ردیاب میلی اونو توی منهتن نشون میده میفهمم برنده شدم. بعد از اون شب نحوه نگاه کردنشون به همو میبینم. تموم شد. حالا اندی عاشق اونه. حالا اندی مشکل اونه. من آزاد شدم.